3 ثانیه اگه قلاب اون ویدیو خوب نباشه تو میزنی بره بعدی. اصولا محتواهای کوتاهی که در سوشال مدیا میبینید شما رو آدم حسابی بار نمیاره. اوضاع مملکت ما و کل دنیا به قدری داغونه به خاطر سطحی بودن. سطحی زندگی میکنیم، سطحی رفتار میکنیم، سطحی فکر میکنیم. یک سری آموزش مزخرف دوزاری دم دستی خیلی سطحی بهتون میدن. من بیسیک با ذات آموزش های توسعه فردی و موفقیت وحشتناک مخالفم. ذات کل این آموزش های توسعه فردی واقعا چیز کثیفیه. ما با سطحی بودنمون نتیجه نمیگیریم، چون نتیجه نمیگیریم در بهترین حالت ماله میکشیم. مملکت و اوضاعش زمانی تغییر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مانی نامجو هستم و این یه مقدمه برای یک شروع جدیده. برای اینکه ما باید به ثمر برسیم. برای اینکه به ثمر برسیم من هر آنچه که بوده رو حذف کردم. هر آنچه گفتگو داشتیم تا حالا، ویدیوهای کوتاه تا بلند بوده، پادکست ثمر نسخه قبلیش بوده، هر آنچه که بوده، مقاله، همه چی حذف شده. الانی که دارم با شما صحبت میکنم و الانی که حداقل داره این ویدیو منتشر میشه، شاید شما بعداً دارید میبینید، ولی الانی که این ویدیو داره منتشر میشه همه محتواهای گذشته حدوداً پاک شده، حذف شده. اولین باری نیست که این کارو کردم، ولی خب خواستم بهتون بگم که علتش چی بوده و اینکه بیایید در مورد این شروع جدید با هم صحبت کنیم. اگه ما قراره به ثمر برسیم، توی این مقدمه باید بدونید که نباید سطحی بمونیم. اوضاع مملکت ما و کل دنیا به قدری داغونه به خاطر سطحی بودن. انقدری ما مردم چه فرقی نمیکنه، چه ایرانی باشیم چه آمریکایی باشیم، ما مردم خیلی آسیب دیدیم به خاطر سطحی بودن، به خاطر سطحی نگری و سطحی عمل کردن. چه داخل بحث موفقیت خودمون باشه، چون از شانس بعد، حالا چیزی که دیگه همتون میدونید دیگه، ما متاسفانه ژانر کاری که بهمون حالا حداقل برچسب بشه به ما میزنن توسعه فردی و آموزش موفقیت. ولی حالا متوجه خواهید شد من بیسیک با ذات آموزش های توسعه فردی و موفقیت وحشتناک مخالفم. اصلا خیلی قبولشون ندارم. خب آیا تکنیک کاربردی ندارن؟ آیا حرف درست نمیزنن؟ در مورد اینا بعداً صحبت خواهیم کرد. ولی چرا؟ حرف درست هم دارن. ولی میگم ذات کل این آموزش های توسعه فردی واقعا چیز کثیفیه. ولی خب میخوام در مورد این سطحی بودنه بهتون بگم که ما چه در حد موفقیت فردی خودمون، یعنی من میخوام موفق بشم، من میخوام پولدار بشم، من میخوام توی همین موفقیت و توسعه فردی این مسیر اینجور مسائل قرار بگیرم، من برای اینکه بتونم به موفقیت برسم خیلی با موارد سطحی روبروم. یعنی شما یه گوگل میزنی چگونه موفق بشویم، نمیدونم چگونه به ثروت برسیم، بدن سلامت داشته باشی، یک سری توصیه های سطحی. من میخوام یک کلمه دیگه استفاده کنم، آره جلوی خودم میگیرم. یک سری آموزش مزخرف دوزاری دم دستی خیلی سطحی بهتون میدن که آقا اگه میخوای موفق بشی مثلا باید این 4 تا مورد رو رعایت کنی، هر انسان موفقی مثلا باید نمیدونم فلان، این چرت و پرت و مزخرفات. سطحی بودن، آره ما در سطح موفقیت فردی خودمون هم که قرار میگیریم، وقتی سطحی باش برخورد میکنیم به هیچ جا نمیرسیم. موفقیت های اجتماعی هم همین جوریه. اجتماع منم و توییم کنار هم دیگه. وقتی من سطحیم تو هم سطحی، موفقیت های اجتماعیمون هم سطحیه. اوجش اینه که چون ما به هیچ جا نمیرسیم داخل دنیای واقعی، میایم ماله میکشیم. میدونی چیه ما مثلا اینجوری نشدیم؟ چرا اینجوری نشدیم؟ علت اصلیش اینه که ما یک سری فرم هایی رو داخل مثلا مسیر خودمون رعایت نکردیم. بابا کشک چی، موست چی، نمیدونم. میدونی چرا مثلا برند ما، این شرکت ما، اجتماع در حد یه شرکت در نظر بگیرید تا یه مملکت ماله میکشیم که مثلا میدونی چرا ما موفق نشدیم؟ علت اصلیش اینه که ما برندینگمون مثلا درست نبود. این لوگوی مثلا هست که ما داریمش، لوگوی ما چشم نواز نیست، لوگوی ما نمیدونم مثلا اسم ما به یاد موندنی نیست، والا این چیزا. متاسفانه تجربه اینا رو دارم دیگه. من شروع کرده بودم به کسب و کاری که مثلا حالا بچه بودیم دیگه، در حد خودمون داشتیم کاسبی را مینداختیم و اینا. بعد هم اولش رفتیم گشتیم که مثلا با چی کارا بکنیم.
گفتن باید برندینگ و نمیدونم اسم و لوگو و فلان و چی و چی و چی، الکی افتادم داخل این بازی. نمیگم بده، ببین نمیگم بده، نمیگم اثر نداره، ولی سطحی بودن کاری میکنه که اصلا اون کار عقیم بشه، از بیخ اصلا چیز نشه. آره امیدوارم اینو متوجه بشین. ماله میکشیم، خلاصش اینه، ما با سطحی بودنمون نتیجه نمیگیریم، چون نتیجه نمیگیریم در بهترین حالت ماله میکشیم، میگیم آقا میدونی چرا نشد، یه سری دلیل الکی، یه سری چرندیات. تو روابطمون هم همینه، تو روابطمون هم خیلی سطحی، یعنی ما چه موفقیت فردی و اجتماعیمون چه روابطمون خیلی داریم سطحی بار میایم. اوضاع کل دنیا همینه برادر من، ایران یا نمیدونم فلان کشور یا مثلا این منطقه شرق آسیا و غرب آسیا، اینا فقط نیستن، کل دنیا از بس سطحی داریم بار میایم. یعنی کل زندگی طرف اینه که بشینه 30 ثانیه ویدیو ببینه، وقتی یک همچین موجوداتی رو ما باشون برخورد داریم، یا انسان‌ها، جامعه، فرد ما که جامعه رو تشکیل میدیم، بار اومدیم برای ویدیو 30 ثانیه 3 ثانیه اگه قلاب اون ویدیو خوب نباشه تو میزنی بره بعدی. اصلا خیلی اوضاع وحشتناکه. آره رو بعدم بهتون میگم. ولی تو روابطمون ما حتی با خدا بگیرید سطحی برخورد میکنیم، یعنی دنبال یه ذکری هستیم که دیگه برسونمون مثلا الله الین، یه نمازی بخونیم که دیگه مثلا چه میدونم بشیم یا مثلا بهترین یار امام زمان. اینا سطحی بودنه، یه ذکریه که اگه مثلا 675,000 مرتبه داخل نیم ساعت بتونی بگیش چیز میشی. آره خیلی اوضاع خوب میشه. کارهای سطحی ان دیگه، میدونی خیلی کارهای عمیق تری باید انجام بدیم. چه روابطمون با بنده های خدا، یعنی رابطمون با پدر و مادرمون مثلا مشکل داره، با همسرمون مشکلی داریم، نه مشکل داریم مثلا میخوایم بهترش کنیم، مسئله خاصی با هم دیگه نداریم، میخوایم بهترش کنیم، همسرمون ازدواج فلان چی 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 چی، تو همه اینا میبینی یه سطحی بودن مزخرف الکی گرفتدمون. توی مقدمه که میخوام با یک اصطلاحاً مسیر جدیدی شما رو همراه کنم، یعنی داخل هر اپیزودی که به نام مقدمه منتشر میشه ما قراره یه اطلاعی به شما بدیم، یعنی من قراره به شما یه اطلاعی بدم، من قراره به شما یه اطلاعی بدم که شما مطلع باشی، بدونی قراره چه مسیر جدیدی رو در پیش بگیریم. به خاطر اینکه این سطحی بودن خیلی به ما بشر آسیب زده، یعنی من نوعی تا شمای نوعی، هممون چوب خورده وحشتناک این سطحی بودنیم. سطحی زندگی میکنیم، سطحی رفتار میکنیم، سطحی فکر میکنیم. یه کار اساسی ریشه داری که بیاد با مبنا ما رو به ثمر برسونه انجام نمیدیم اصولا. حالا یه دفعه دستمون در رفت دیگه چیزی نداره. ولی ماجرای ثمر قرار فرق کنه. پادکست سریالی ثمر نسخه جدیدش انشالله تو راهه و ثمر خیلی فرق میکنه. از اسمش در نظر بگیرید که ما باید به ثمر برسیم و نام ثمر که من الان میتونستم بیام براتون تکنیک های موفقیت بگم، اونایی که حالا ما رو میشناسین قبل از پاک کردن همین ویدیوها دیگه به تبع میدونید بلدم، انقدری هستم که بتونم در مورد این مسائل صحبت کنم، ولی عمیقاً تصمیم گرفتم که به درد جامعه بخورم، یعنی کمک کنم که هممون به ثمر برسیم، نه یکی قبر بابای بقیه مثلا بره موفق بشه. این شکلی به درد نمیخوره. عمیقاً من معتقدم که با فرد گرایی که مثلا من برم مثلا پول در بیارم، من قبر بابای فلانی، اصلا یه جامعه‌ای داره بیچاره میشه به خاطر اینکه من دارم پول دار میشم، ولی خب اونا رو دیگه کارشون نداره. من این مدل‌ها خیلی خوشم نمیاد دیگه. حالا اونا که مانی نامجو رو به تبع انتخاب میکنن با ایناش دیگه انتخابش کردن، یعنی میگن این فرق میکنه با بقیه. چه فرقی میکنه تو آموزش موفقیت دادنش؟ آره میگه این مثلا نگاهش فرق میکنه، این میگه کل توسعه فردی آموزش موفقیت اینا مثلا همش آره خیلی چرنده و دیگه بر اساس همینا دیگه آدم‌ها هویت پیدا میکنن. و ثمر هم فرقش با کل این پادکست ها و مسائل و دوره‌های چیزایی که داخل مارکت ریخته در مورد آموزش موفقیت و توسعه فردی، گفتم من باز هم تاکید میکنم آموزش های توسعه فردی و موفقیت رو ذره قبول ندارم. آیا تکنیک خوب دارن یا ندارن؟ دارن، اتفاقا خوبش هم دارن، ولی این تکنیک ها ما رو به جایی نمیبره تا وقتی که ذات یه مسئله‌ای داغونه و مانی نامجو با این ذات آموزش های توسعه فردی و موفقیت مخالفه.
آره دیگه، گفتم بهتون بگم در جریان باشید که مقدمه قراره به شما بگه که یک مسیر جدید رو در پیش داریم. هر آنچه که بوده تا الان پاک شده، ولی مسیر جدید ما قراره خیلی متفاوت تر باشه. قراره خیلی بهمون خوش بگذره، چون ما باید به ثمر برسیم، نه موفقیت همه جا میگن، نه یه سری تکنیک مزخرف سطحی که به درد هیچ کی نمیخوره، فقط باید سیوش کنی که 100 سال دیگه ببینیش. آره اینا به درد نمیخوره. ولی خب یه منطقی رو من دوست دارم که شما بدونید، شماهایی که مقدمه رو میبینید بدونید، چون توی پادکست ثمر ما این سیر رو قرار ادامه بدیم و طبق همین مدل و منطق ببریم جلو. از این تشبیه اصطلاحاً قرار استفاده کنیم، ولی یه اندیشه‌ای پشتشه، یه نوع فکری پشتشه که میخوام اینو بدونید، از این مطلع باشید شماهایی که قرار از اول ما در این مسیر قرار بگیرید. چون ممکنه همین ویدیو رو هم 4 روز دیگه پاکش کنم، یعنی 4 روز دیگه مثلا پادکست ثمر شروع میشه فلان دیگه داخل دور میافتیم و اینا، شاید این مقدمه رو پاک کنم. مقدمه گفتم هر موقع نیازی شد الان شما مطلع بشید از یه ماجرایی بهتون خواهد رسید انشالله. حالا اوضاع مملکت وجود خب وقتی تغییر میکنه، اوضاع شرایط اجتماعی وقتی تغییر میکنه، حال هممون وقتی خوب میشه، ما وقتی به ثمر میرسیم که از این تشبیه میخوام استفاده کنم. مملکت من، مملکت تو، مملکت ایشون، مملکت اوشون، همه ما کنار همدیگه مملکت‌های درونمون درست بشه. وقتی که من توی مملکت خودم به ثمر برسم، تو هم به ثمر برسی، ما با هم میتونیم به ثمر بیشتری برسیم. و اینها یه مواردی داره که حالا کامل این سیستمی که قراره توی پادکست ثمر خیلی باش کار داریم، قراره داخل پادکست ثمر این منطق ما باید به ثمر برسیم رو طی همین تشبیه مملکت و مملکت داری جلو ببریم که ما به ثمر برسیم. پس تا اینجای مقدمه اینجوری شد که هر آنچه که بوده محتوا داشتیم و حذف کردیم که بتونیم یک مسیر جدیدی رو شروع کنیم که ایشالله هممون باذن الله بتونیم به ثمر برسیم. خلاص این آن چیزی بود که تا الان خدمتتون گفتم و قرار نسخه سریالی جدید از پادکست ثمر هم منتشر بشه و شروع کنیم از احتمالاً خیلی زود. و من رو لطف کنید در حقم منت بذارید. بیش از این که استاد و مرشد و نمیدونم از این لقب فلان اینا بخوایم بدیم، من رفیق خودتون بدونید، داداش خودتون ببینید. حالا اگه سنم از شما کوچیک‌تره داداش کوچیک‌ترتون، اگه بزرگترم داداش بزرگترتون، و بدونید که خیرتون رو میخوام. یعنی واقعیت اینه که حرفایی رو میخوام بزنم که به درد هممون بخوره. منو یکی ندونید که نمیدونم از آسمون اومده، این خودش هیچی نمیفهمه، نمیدونم وای چطوری همه اینا رو خودت رو، نه اینجوری نیست که واقعا هممون داریم یه زندگی داریم دیگه. این رو بدونید که منم رفیقتونم، خیرتون رو میخوام و به خاطر همینه که اصلا داریم روی ثمر کار میکنیم. والا اگه بازار و پول در آوردن و اینا ملاک بود، اونور بازار بیشتری داشت. واقعا متاسفانه توی جامعه سطحی آموزش سطحی دادن بازار خیلی بیشتری داره و دوره ها هم در همین مسیر خواهد بود. یعنی ما یک هدفی رو الان داخل این مقدمه شما مطلع شدید که وجود داره و ما میخوایم به اون برسیم که به ثمر رسیدنه. هر آنچه که نیازه، تمام اون جزئیاتی که این مسیر نیاز داره رو در دوره‌های مختلف، در پادکست‌های مختلف، پادکست‌های سریالی مختلف بهتون خواهم گفت. و چون مهمه برام که شما بتونید به ثمر برسید، ویدیوهای کوتاه خیلی زیادی از این به بعد نخواهیم داشت. یعنی اگه قرار ویدیوی کوتاهی باشه، احتمالاً بخشی از همین پادکست هاست و ویدیوی کوتاه جداگونه احتمالاً خیلی تولید نمی‌کنیم. بنابراین اگه اینستاگرام تو حذف کردی، منو فقط از یوتیوب دنبال کردی، هیچ تو فکر نباش و آرزم بزرگه که چون ما میخوایم به ثمر برسیم. چون اصولاً محتواهای کوتاهی که در سوشال مدیا میبینید شما رو آدم حسابی بار نمیاره. شما به هیچ عنوان در اینستاگرام آدم حسابی نخواهی بود. اصلا آدم حسابی جماعت تو اینستاگرام، تو پلتفرم های ویدیوی کوتاه، حالا اینستاگرام نبود یه چی دیگه، حتی خود یوتیوب این بخش شورتسش
شما رو به ثمر نمیرسونه، کاری میکنه بیچاره بشی. یه آدم بی صبر که 3 ثانیه اگه محتوا جذاب نبود، نمیدونم عقب جلو نشد، دیشتر بوم، نمیدونم جذابیت چیزی نداشتی، آره دیگه ویدیو تو نگاه نمیکنه. آره آدم 2000 به درد نمیخوره برای اینکه ما به ثمر برسیم. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم در مورد دوره ها که بهتون خواهم گفت. من یه شبهه، یه مسئله که ممکنه گوشه ذهنتون، همتون نه ولی گوشه ذهن برخی ممکنه پیش بیاد، اینه که تو همه اینا رو گفتی که مثلا دورتو بفروشی. یه کمی بالغانه تر فکر کنیم و اینم بدونید که به طب مسیر آموزش دادن و مسیر اینی که شغل حرفه‌ای شما آموزش باشه، که من شغل حرفه‌ایم آموزشه، پول میخواد. یعنی سایت پول میخواد، تبلیغات پول میخواد، میکروفون پول میخواد، خراب بشه پول میخواد، دوربین پول میخواد، چه میدونم خراب بشه باز پول میخواد، و تمام تجهیزات و عواملی که استفاده میشن، ادیتور پول میخواد و تمام جزئیات. بسیاری از این مواردی که ما استفادهشون میکنیم باید اشتراک براشون بخریم و همه اینا مجموعاً پول میخواد. و توی این مسیر خیلی برام مهمه که بدونید من این مسیر رو به خاطر شما شروع نکردم که به خاطر شما ترکش کنم. به خاطر این نیومدم که شما خوشت بیاد برام لایک کنی، کامنت بذاری، که الان اگه لایک نکردی و کامنت نذاشتی من بی خیال بشم و برم. بدونید که خیلی دلیل والاتر از این حرفایی دارم که شروع کردم این مسیری رو که قراره در پیش بگیریم. به خاطر همین اگه خوشتون اومد خوشحال شدم، اگه خوشتونم نیومد بهم بگید، کما این که قرار نیست مؤثر واقع بشه الزاماً. اگر نقدی داشتید، انتقادی داشتید، دوستانه بود و در چارچوب ادب بگید. صمیمانه دوست دارم کار رو ارتقا بدیم، گفتم دیگه قراره این مسیر رو ادامه بدیم. ولی باز هم میگم به خاطر شما من شروع نکردم که اگه شما یه جایی قرار بود خوشتون بیاد یا خوشتون نیاد ملاکی باشه برای اینکه من آیا این کار رو انجام بدم یا ندم. اگر صحبتی کردم گاهی بهتون برخورد، بدونید به خاطر اینه که به ثمر قراره برسیم. و به خاطر همین گفتم منو رفیق خودتون بدونید که خیرتون رو میخوام، نه صرفاً پول تو جیبتون رو. به خاطر همین قضیه مانی نامجو رو اگه باهاش در مسیر به ثمر رسیدن همراه شدید، بدونید که قرار براتون جبران کنه. آره ان شاءالله جبران میکنه. خب دیگه بیش از این سرتون رو در نیارم. مقدمه خوبی بود، هم چند تا نکته خوب یاد گرفتید، همین که متوجه شدید که مسیر قرار از این به بعد چه شکلی باشه. مملکت و اوضاعش زمانی تغییر میکنه که مملکت درون ما تغییر بکنه. یعنی درون من، درون و فرد ما، نفس به نفس به نفس، دونه به دونه به دونه ما تغییر بکنیم. از اونجا به بعده که شما اجتماعی بسیار متفاوت‌تر خواهید داشت با آدمایی که ایشالله سطحی نیستن، آدمای دوزاریه. آره اینجوری نیستن. خیلی قدر خودتون رو بدونید، خیلی قدر خودتون رو بدونید که در مسیری قرار گرفتید انشالله که قرار شما رو به ثمر برسونه و این قرار نیست که یک شعار باقی بمونه. یعنی عمیقاً شما موقعی که محتوای پادکست ثمر رو ببینید، دارم می‌نویسم این چارت کلیشون و اینا رو، اصلا خیلی چیز جالبی شد. الان بذار جلوم بیارمش که حداقل خودم ببینم، کیف کنم. این کدوم بود؟ نه این یکی نبود، این یکیه. یه تیکشو کامل نوشتمش. خیلی چیز جالبی، حالا بعدا متوجه خواهید شد. یک روندی قرار بگیرید که انشالله با منطق مملکت وجود و این حالت مملکت داری و حکمرانی و تمدن و امپراتوری و مواردی که بهتون خواهم گفت قرار ما به ثمر برسیم انشالله. ما باید به ثمر برسیم. میبینمتون، رفیق خودتون منو بدونید که خیرتون رو میخواد و انشالله هرچی که خیره پیش بیاد و همه ما بتونیم به ثمر برسیم، آماده بشیم برای ثمر. میبینمتون. یا علی، خدا نگهدار.